چی عیب شرمندگی است. اطلس گرفته است، ترسی کرده است، او را ایزار گفته نمیشه. همین شکل صورت است. من حیران میشم اون دختر پدر داشته باشه، پدرش چی رنگ باشه، مادر داشته باشه، اون مادر این شکل صورت در کوچه میبره کی شما را احترام کنه؟ کی احترام تو کنه؟ از فرصت استفاده برده به خواهرام مراجعت میکنم، به همه خواهرای مسلمان من، خواهرای تاجیک ما، خواهرای ازبک، دیگرها که در این سرزمین زندگی میکنن، پدر و مادر مسلمان دارن، از برای خدا از خدا شرم بداره، از بنده های خدا که شرم نداشته از خدا شرم بداره. این چی عیب شرمندگی است. اطلس گرفته است، ترسیک کرده است، او را ایزار گفته نمیشه. و ترسیک در زانو شیوخی در بو بانقتی بستش در میجا. بعد یک کرته اطلس دیگه کرده است رنگی توپیک، در قد کوچه خچه میمون کده گشته. همین شکل صورت است. من حیران میشم اون دختر پدر داشته باشه، پدرش چی رنگ باشه، مادر داشته باشه، اون مادر او چی رنگ است که به این شکل به این صورت میگرده. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت صنفان من اهل نار لم ارهما. ده طایفه مردم هستند که از اهل دوزخن، من هم یارا ندیدم. میگه پیغمبر نه که به خبری که از خدا به من رسیده است میدانم که اینا دوزخی هستند. سبحان الله، اگر پیغمبر به این شکل و صورت ایش زنای شرمنده را میدید، آیا امتی ایو را قبول میکرد؟ ایرنگ شو بیزار بود. من ندیدم شو میگه نه که من به شما خبر میتم که همین دو طایفه مردم دوزخی هستند، دوزخی هستند، دوزخی. قوم معهم سیات کاذناب البقر یضربون به الناس. گروه اول قومی که در دستشو دوبینکه دارن یا شلاق دارن مثل دنبگو که با اون مردم هم میزنن. و نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهن کاسنبة البخت المائله. طایفه دوم زنهایی که اگر چند لباس بپوشن اما در معنا لچی برهنه، او لباسی او لباس نیست. زنهایی که از شریعت اسلام دور شدیان دیگرها را با از شریعت دور میگردونن، هم خود دور شدیان هم سبب دور شدن دیگران میگردن. سراشو مثل کوهان شتر، موی سر در پشتی سر جمع میکنن، اینقدر توب میکنن مثل کوهان شتر، اسنیمه شتر واری. وقتی که موی سر در پشتی سر جمع کرد دیگه او رمال میبنده آخی سر علیج میکنه به قواری. لا یدخلن الجنه، این دو طایفه داخل جنت نمیشوند. ولا یجدن ریحها و این ریحها لیوجد من مسیرت کذا و کذا و فی روایت من مسیرت 500 عام. این طایفه ها میگه این دو طایفه داخل جنت نمیشوند، حتی اینا از بوی جنت محروم هستند. بوی جنت از مسافه 500 ساله راه استشمام میشود، این دو طایفه مردم از بوی جنت محروم هستند. پس بخت بیای خواهرای عزیز، آخه شرافت شما در عزت شما است، شرافت و آبروی شما در پوشیدن و مستور بدن شما است که یک از حرمت احترام تو میکنه. با این شکل صورت در کوچه میبره کی شما را احترام کنه؟ کی احترام تو کنه؟ بعضی جوانان شکایت میکنن که امروز جوانای ما بی ادب شدیان، زنهای شودار هم گپ میپرتوین. ای کجا میفهمه که این باشه به همین شکل صورت میگرده آخی در کوچه؟ از برای خدا هشتونه در سر تو بگیره ای مردم مسلمان. آخی ما میگیم ما عرف و عادت ملی داریم، ما تاجیک مسلمان هستیم، الله اقل ما عرف و عادت ملی خودتون رعایت کنه. این چه حال زار است؟ این چه حال زار است؟ همین رومال با کی زیان کرده است؟ رومال حسن کی را کم کرده است؟ قسم به خدا برعکس است. یکی از سبب‌های آن که در اروپا در تهلکه غلطیدن در بعضی ممالک در جاهای جمعیتی دیگه سطر عورت منع میکنن، حجاب منع میکنن، اون است که دیدن که زنهای اروپا حتی مایل به سطر شدن. او زن وقتی مستوره باشه
ببینه چقدر شرافت آبرو داره، هر کس جرأت نمیکنه با پیشش نزدیک شود. پس آبروی شما، عزت شما، تمدن شما، کلتور شما در سطر عورت است. زنهای عزیز و پسرای مهربان، اگر کرده صاحب تمدن استه، اگر نکرده یک مقلد استه. این تقلیدش میمون هم کرده میتونه. برای تقلید کردن یگان عقل و فراست در کار نیست. شرق را از هم برد تقلید غرب، باید این اقوام را تنقید غرب. حضرت علامه اقبال لاهوری شخصی که تعلیم اروپایی داره، شخصی که در اروپا خوانده است، ما و شما را تحذیر میده که شرق تقلید غرب از بین میبره، نست نابود میکنه. قوت مغرب نه از چنگ و رباب، نه زی رقصی دخترانی به حجاب، نه زی سحری ساحرانی لالروست، نه زی عریان ساق و نه از قطع موست. قوت مغرب زوری اروپا و امریکا از سینتزاتر نیست، از گیتار نیست، از رقص او دخترای فاحشه نیم برهنه نیست، از کازینو و نشینای کلوبا نیست، از بریدن مو پرچاسکا و سریلیچ کردن و کونیلیچ گشتن نیست. قوت مغرب از علم و فن است، از همین آتش چراغش روشن است. زوری اونو، تواناییش و اقتصادی به قوتشو از علم دانش ای. مدنیت در آموختن ای، در تعلیم ای. مدنیت در تقلید کرکرانه و میمونوار نیست. قوت مغرب از علم و فن است، از همین آتش چراغش روشن است. حکمت از قطع و برید جامه نیست، مانع علم و هنر عمامه نیست. هیچ وقت سلام مانع علم و هنر نمیشه. سر تلیچ کردی و موی سر تبریدی تو کلتورنی نمیشه. هیچ وقت مدنیتی تو، علمی تو، دانشی تو، فراستی تو در علم تای، در تمدن تای، در عقل فراست تای. ای جوانی عزیز، علم و فن را ای جوانی شوخ شنگ مغز می باید، نه تقلیدی فرنگ. برای علم و فن عقل در کار، مغز در کار، کوشش در کار. با تقلیدی فرنگ هیچ وقت صاحب علم و فن نمیشه. هیچ وقت. روسا یک مثال دارن، میگن по одежке встречают, по уму провожают. انا لباس تا میبینن قبولت میکنن، بعد عقل تدیده با تو معامله و مناسبت میشوه. میبینن لباس سر لباس تا چی، بعد با عقل با تو معامله میشوه. سال 2001 بود، رحمتی پدرم بیمار بود، در همین شفاخانه مدگرداک 4م ایتاژ در خواب یکم. از دستش میگیرم میبرم پریویازش نی، پریویازکش میکنن میارم. زیاده از 2 ماه همراهش بدیم. جامعه دارم، ریش دارم. همونجا یک چند جوان اخرانه که محافظت میکنن. یک شخصی بزرگ دیگه در همونجا خواب بود، همون شب روزا. بعد این اخرانیکو ای بیکاری را کراسورد حل میکنن. گازیتا گرفتیانه کراسورد حل میکنن. با هم یک تاش نشستگی، ما هم در پهلو شیشتم منتظری پدر موقعی که ای ریانیماسیون میبره خطیش بریم. یک کسی دیگه سوال کرد که فلانی، گفت این خیلی کلمه بوده است، 5 حرف داشته است، چی میشه؟ او گفت من یک جمله دونم. یک کشیشتم که دیدم بسیار همونجا رست شدگی ای. با گفتمش یک همی تا نگاه کرد با تعجب. بعد ورتیکال شد اگه حل کرده است، پرپندیکولار شد باید چکنه حرفی اولش یافشید کو ایش چی میشیده باشه. گفتم میشینه ای خیلی میشه پرید ایجاش خشت در ریش صدقه بوبیت ای که جو میدونی. گفتم دودر جان، بوبیت اونیورسیتت دولتی تاجیکستان ولی دانشگاه ملی است، با دیپلم سرخ تمام کردگی ای. عجب مردمه. شما همی تو گالستوک کستونو برو کنه بینه آدم هیچ حساب نمیکنید. انا دیگه ما در همون حجره خطی پدرم بدیم، همه کراسورداش نمیوردن، در پیش ما حل میکردن. دانلو همجا چی میشیده باشه؟ از همون خاطر علم و فن را ای جوانی شوخ و شنگ مغز میباید، نه تقلیدی فرنگ. اما شما تازه و آزاده باشه، خشرو باشه، لباسای خشرو پوشه.
ولی یک چیز در مفکوره ما ششتگی خاصتا مردم پیشینه میگن ایچی تا اوبوزیای اوبوزی در یک هفته یک بار میشوه. سبحان الله. یا تو باشد در دوره سویتی بندیدیم بود، یک روزش هم روزی حمام بود، یا در عسکری یک روز بندیدین ای. این بیچاره خیال میکنن که همین آدم باید در یک هفته یک بار اوبوزی کنه. هر روز اوبوزی کنه، اگر امکان داره در یک روز 5 بار اوبوزی کنه. باور کنید در همین گرمی من شرایط بیاوم همین هر باره که طهارت کردن لازم شود غسل میکنم. ای هم سلقین شای هم توزه و آزاده شای. در این گرمی بدن آدم عرق میکنه. ببینید پیامبر صلی الله علیه و سلم چقدر به تازگی و آزادگی خوشبویی اعتبار میداد. در روز جمعه امر کرده است امت که غسل کرده و بعد بیای نماز. اگر چند به وضو میشه و کنه نماز خونده. چرا غسل؟ زیرا که همون چرک بدن نابود شود. وقتی که چرک در بدنت نباشه عرق هم که کنی بوی بد از بدنت خارج نمیشه تا چند مدت. از همین خاطر باید تازه باشه، آزاده باشه. امکانیت داره، امکانیت. همین پوشیدن لباس زیبا هم دلالت به سلیقه میکنه. کسای لباس تازه و آزاده میپوشن که اتیکه و استتیکه را میدونن. آخه شما جوانای عصر 21 پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم به امتش تاکید کرد احسنوا لباسکم و اصلحوا رحالکم. گفت بهترین لباس ها را پوشه، لباس خوب پوشه. حضرت امام اعظم ابو حنیفه بهترین لباس میپوشید، زیباترین لباس ها میپوشید. اصلحوا رحالکم، در سواری های بهترین سوار شوید، در سواری بهترین سوار شوید. این الله یحب ان یرى اثر نعمته علی عبده. خداوند دوست می‌داره که اثر نعمتش در بندش ببینه. 30-40 هزار دلار در تای سر مونی و یا لباس کندگی جیدن بپوشی بگردی خدا را خوش نمیآید. لباس را تازه و آزاده کنی به خاطر خدا، برای افتخار و تکبری دنیا نه، به خاطر خدا لباس تازه و آزاده پوشی. همین ریش سفیدای ما را ببینه، بعضیش بسیار زیکان، بسیار زیکان. خدا نگهبانش باشه. وقتی لباس میپوشن میان میگوی ملائکه اومده است. ریشش سفید، سر لباس تازه سفید آزاده خوشبو داره، در سر باید سلای دیگر را بسته است، میگوی قشون ملائکه ها می اومده باشن. انا به همه تقلید کنه، خوشو به حال شد. زبونای پسته استفاده بره. کسای زبونای پسته استفاده نمیکنه، از زبونای پسته بهتر مسواک باید داشته باشه، تازه و آزاده کنه، خطونه خوشبو کنه. زیرا اسلام دین پاکی و تازگی است. حضرت جبرئیل دیده باش صورت در اومد که عمر رضی الله عنه میگه ما در تعجب موندیم از لباس سفید تازه و آزادش، از موی سیاه تازه و آزاده و خوشروش در تعجب موندیم که آدم اینقدر بزیب میشید است، اینقدر خوش لباس میشید است. انا میگم تازه و خوش لباس باشه. جوانای عزیز، مسلمانان غر محجلین هستند، یعنی که یک پیشانی تابناک دارن. در بدن گاوی سیاه ببینه اگر یک داغی سفید باشه چقدر خوشرو و یک داغ. انا مسلمان ها در بدن بنی بشر مثل انا داغی سفید خوشرو هستند. باید به همین سزاوار باشه. خواهش میکنم و تقلیدی به دیگران نکنه. الحمدلله لباس تازه و آزاده و خوشرو امروز پرای هر نمودش که بخواهی. همین مایک های تنگ، نمیدونم همین شیمایی که حتی دشاخگی را نمیپوشن، از برای خدا همین را نپوشی. همین با مردی شما زیان داره، میفهمه؟ با مردی تو زیان داره. متاسفانه وقتی ما به آخر رسید، ان شاء الله هفته آینده از همین جایی که صحبت قطع کردیم ادامه خواهیم داد. در آخر در حق همه دعا میکنم که خداوند همون زینت و زیبایی و سیکه و صورتی را که به حبیبش محمد صلی الله علیه و سلم و به اصحاب بزرگواری او عطا کرده بود به ما و شما نیز عطا کند. خداوند سلیقه نیکو برامون بده تا به خاطر خدا، به خاطر خوشنودی خدا، از بس که خداوند دوست می‌دارد اثر نعمت در بندش ببینه، لباسای خوب و زیبا و آزاده پوشیم، شکل صورت زیبا داشته باشیم، خاصتا زنهامو شکل صورت مستوره داشته باشند تا اینکه خدا و پیامبر خدا را خوش بیاید. و خدایا خداوند امید بر رحمت تو داریم، مسلمان واقعی مون گردان، نه مسلمان جغرافیایی. پروردگار مساعدت که هر وقت یک فرمانی تر میشنویم، امر از اوامری تر میشنویم، تاکید را از تاکیدات حبیب محمد صلی الله علیه و سلم میشنویم، خود را در آن مستقیم کنیم، موافق آن عمل کنیم تا توسط این عمل و توسط این استقامت
بر رحمت تو سزاوار گردیم، به جنت تو سزاوار گردیم، از غضب تو و از آتش جهنم تو نجات یابیم. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین برحمتك یا ارحم الراحمین.